السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امیدوارم که خوب و تن صحت هستید. امروز ما دوستانی عزیز به بازار آمدیم. خواستم به شما کمتر ولاگ سینمت کنم. خیلی چیزهای خوشروی بود است در بازار. باز دوستانی عزیز ما همراه خویش و تبارا به مزار لنگری ماهیان رفتیم. این مزار رو کسانی که در شهر اسفره و دهه چارکوه زندگی میکنند میدانند. خیلی جایهای خوشرو است. خواستم به شما هم کمتر نوار کرده نشان دهم. امیدوارم که ولاگ ما به شما معقول می شود. تا آخر ویدیو با ما باشید. لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. اینجا باشد دوستانی عزیز چایخانه آریان شهر اسفره می باشد. اینجا را خیلی هم باز خوشروی کردین، زیبا کردین. امروز دوستانی عزیز ما در خانه‌مان مهمان داشتیم. خواستم به شما کمتر آشی آچه جانم کردگی را نشان دهم.
بهد آچه جانم آشای خوش رو میپزند. خواستم به شما هم کمتر نوار کرده نشان دیم آش ایسفره را. خیلی همون روز آش ما خیلی با مزه آمد تا حاضر از دهانم نمی رود. دوستانی عزیز، چنانی که دیده ایستاده اید از رنگ آش معلوم است که چه خیلی آش ما با مزه است. اگر کسانی که عینی حال خورده ایستاده باشند به شما اشتهای طعم خواهانم، به ما هم اشتهای طعم